سلامی گرم و جوشان به همه همی دوستان و بعداً دوستان گرامی، امروز همه ما و شما در این خاندان جمع آمدیم به خاطر ماما کلان که امروز زادروز دارند همه کسا جمع آمده. من فرزندان، نویرگان، چویرگان، همه دوستان نزدیک در این خاندان جمع آمدن. همه شمایان را خوش آمدتان، خیر مقدم، نوری دیده و تاج سر میگویم. و بعدا دوستان گرامی، امروز مادر کلان زادروز دارند که با پرگی در 105 در آمدن. 100 سال دوستان گرامی، یک چیز را فراموش نکنید که یک عصر است. این در دوم عصر زندگی دارد. با همین خاطر هم از کف دست این کس آب نوشیدن، از کف دست این کس دعا گرفتن برای همه ما و شما یک نعمتی بے بهای است. خداوند از این نعمتی بے بها همه ما و شما را با نصیب بگرداند. خدایا خداوندا همه شما را به همین عمری درازی با برکت برساند. خداوند همیشه خوشبخت و خانه آباد باشد. قدم های شما نور دیده و تاج سر. و بعدا دوستان گرامی، از نام همه شمایان، از نام شخصا خودم مادر کلان را از صمیم دل تبریک مبارکباد میکنه با مناسبت زادروزشان و بعدا بازم عمری درازی با برکت. و در حق مادر دعا میکنم که خداوند عمری درازی با برکت و لایق هر یک وای ببیند و همه ما و شمایان در گرد این کس جمع شده. و بعدا یک چیز را فراموش نکنید که یک شاعر بزرگ تاجیک در یک شعر خود فرموده است که پدر خوب و مادر نازنین ای، برادر میوه روی زمین ای. برادر قدر همدیگر بدانید که جای آدمی زیر زمین ای. ای دوستان گرامی، تحلیل شعر را گوش دارید. پدر خوب و مادر نازنین ای. پدران البته خوبند، پدران نسبت فرزندان دلسوزند، دعاگویند. در خاندانی که پدر نیست، در او خاندان انم ستمی خاندان نمیزیبد. وقتی که از در میبراید با قامتی بلند، با چهره کشاده، با لبان پرخنده در حول یک چرخ میزند و بعدا از در میدراید. زیب و زینتی همی خاندان انمو پدر است. دولت خاندان انمو پدر است. سیاست خاندان انمو پدر است. با قدر پدران برسید دوستان تا اینکه فردا به قدر شمایان دیگران برسد. پدر فکر خیال هایی که دارد برای فرزند، یگان مخلوق روی دنیا این فکر و عقیده را ندارد. پدر شب و روز فکر میکند. خدا میگوید که فرزند من فرزندی با عقل و با ناموس بیاید. فرزند من به هر خیل کارهای ناشایسته دست نزند. فرزند من به هر خیل انسانهای بد خوش نشود. و بعدا شب و روز فکر میکند و دعا میکند که خداوند فرزندی با عقل سالم بیاید. چون که میراث پدر این فرزند است. به همین خاطرم شب و روز فکر خیال هایی که پدر نسبت فرزند دارد، یگان مخلوق روی دنیا این فکر و عقیده را ندارد. دوستان گرامی، شاعرم بعد وفات پدرش یک شعر عجایب نویسنده است که 4 مصرعش را قرائت میکنیم. تو را هرچند میکوبم با کفتن هم نمیابم، زیخونی دیده سرهابم پدر جانم کجا رفتی؟ تو خون کردی دلی مایان، تو پر کردی دلی مایان، تو آب کردی دلی مایان، پدر جانم کجا رفتی؟ البته دوستان گرامی، پدران خوبان، مهربانان نسبت فرزند. همه وقت حرکت کنید، دعای پدر بگیرید. انشالله فردا با قدر شمایان دیگران میرسند. پدر خوب کی مادر نازنین ای. البته دوستان گرامی، مادر نازنین ای. مادران با گفتی بزرگان ای بهشت روی زمینن. مادران بهشت روی زمینن.
شاعرم برای مادرش یک شعر عجایب نویسنده است که 4 مصرعش را قرائت میکنیم. هر سحر میخیزم و یادم به یادی مادرم، گل به گل میپیچم و جگر کبابم مادرم. مادرم جان و دلم، به تو جهان را چی کنم، نیست این کاکی کنم جان را فدایت مادرم. مادران چی شان و شرف بزرگی دارند، چی مهربانند نسبت فرزند. یگان مخلوق روی دنیا این فکر و عقیده این لازم نیست نسبت فرزند. انا بعداً در خاندانی که مادر نیست، در اون خاندان دوستان گوهره نمیزیبد. اگر چی گوهره خالی باشد مابین خاندان، اگر فرزند از در بدرآید گوهره خالی باشد، فقط در نزد فرزندی به ناموس. از در که در آمد مادر زنده حیات بالای سر باشد، گویا که گوهره پر است، گویا فرزندی عالی جناب درونی خوب است، گویا یک پسری نازنین خوب است. این همش شان و شرف آن مادر است، بزرگی مادر است که گوهره پر میتواند. دوستان گرامی، فرزند در کیچایی که زندگی نکند، خود در روسیه باشد، خود در دیگر جا وقتی که از در خانه پدر میدرآید با 4 اطراف خانه مینگرد، گویا که از در باشد، از تریزه باشد، از گازخانه باشد، صدای مادر میرامده باشد. اوه جگرها آب بشود. وقتی که چیزی که رفت او دیگر بر نمیگرد دوستان، بر نمیگردد. با این خاطرم به قدر مادران برسید که فردا به قدر شمایان دیگران برسد. ای دوستان گرامی، یک مهر مادر را نسبت همین خاندان نقل میکنم، حاضر شما گوش دارید. من اینجا شاهد زنده شما نگاه کنید. وقتی که از در میدرآید اوچه جان میگوید چهره مادر کشاده میشود، اوچه جان میگوید دلهای مادر هوی میشود. وقتی که او را 2 کف بالای دست میگیرد میبرارد بالای کد میشیناند، از چی خوراکی که غذا بیابد عائله او تامینات کرده. عائله او یک رگش عروس است. عروسا بسیار هم به مهر هستند دوستان گرامی. شخصا خودم بین عروسا تولد شده 20 سال باز این جانب زندگی کردم. از چی نه چندان خوراکی پر دارد، چی خوراکی که غذا بیاید او را تامینات کرده، فقط با زبان شیرین آچه جان آچه جان. اولش خداوند، مادرم فکر میکند فخر میکند که من چنین فرزندای با عقل و با ناموس دارم که همه وقت نام جان گرد زبان آنهاست. اولش خداوند و بعدا عمری درازی به برکت، عمری درازی به برکت. همیشه وقتی خوشم میشود، البته همه وقت که وقت خوش باشد چنین فخر میکند که چنین فرزندای با عقل با ناموس دارم. با این خاطرم عمری درازی سبب میشود. همه شمایان را خوش آمدید، خیر مقدم نوری دیده و تاج سر میگیم به این خاندان. 40 سال باز این جانب نسبت این خاندان منم به خاطر فرزند این خاندان هستم. با همین خاطرم همه شما را خوش آمدیدان میگم، خیر مقدم نوری دیده تاج سر و برای خدمت های همه شما تشکرهای زیاد میگیم. یک خرسک برای حکیم محمدی. مهمانان قدردان، مهمانان عزیز، دوستان، اولاد این خاندان، همه شما را به خانه مامه انارگل که عمر 100 ساله میبینند خیر و مقدم میگویم. خوش آمدید. میگم مادر این شیرین ترین، گرانبهاترین، قیمت ترین، قدردان ترین، مهربان ترین عالم انسانیت است. مادر هست عالم زندگی وجود دارد. تمام زندگانی از هستی مادر عریض وجود میکند. بنابراین امروز این خرسندی با زادروز مادر عزیز من، مادری که عمر به 100 گذاشت و فرزندان نبیره ها با باید تربیت کرده و مقامات های داخلدار آنها را کلان کرد. از نام همه شما یک بار دیگر عمر با برکت مادر عزیز را
табрику таҳният мегӯям. худованд давлати момаи Анургул модари азизи мо аз ин ҳам боз ҳам ширинтар гардад. ҳамаи шуморо ба чунин давлати пирӣ барасонад. худованд ҳамаи моро нигаҳбон бошад. аввал худам я шеър мегӯям, баъд навбати ҳофизо. Sözit amca, hiç sözde kuba. Nevroho ama kısa. Ama in Navruzi mübarek. In Neberho tar, jasni Neberho mübarek. Zodruz ama kısa. Amin. Aman diye. Mu o varın dudin dasa. Eyvah gidi. Coşa gazana. Sevaçe de coşa gazana. İdare Navruz mübarek. İdare Navruz mübarek. Navruzi. Navruzi ama. Navruzi هم درسته. شما مرا دعا دادم جان آمدی نبره های اما. بالای سر فرزندان نبره ها ابره ها نمیخواد ستون باشم ماما. همه نبره و ابره و چبره آمادگی به خاطر شما. من بلبلمو بهار دوست می‌دارم. سه برگه و لاله‌زار دوست می‌دارم. سه برگه و لاله‌زار در باب شما همیشه اوچه‌جان دوست می‌دارم. اوچم شروع وزش برمونیسته. در اوچم جانو دیدی نبیرها ابیرها کبیرها همش همینجا. همش در این هم بیرون استادگیه. اوچه‌جان چیناری دولت باشه. گل‌های شکفته ولایت باشه. گل‌های شکفته ولایت من تو دایم در سوریه سلامت باشه. فهمید؟ گوش کو بایدای مرا. من بلبلم اوچم دوست می‌دارم. هم اپا و هم خواهر من دوست می‌دارم. هم اکا و هم دادر سلامت باشه. خبرگیری من دادر کنجم باشه. فهمیدی؟ سلامت در اوچم جانم اوچی مهروانم ده جانم اوچی قدردانم ده جانم اوچی کلان کردگیم ده جانم اوچی پیشوازگی رو گسل کنم ده جانم اوچی در سرخون روز کنم جانم اوچم چی داره در سرخون داره اوچم چی داره مهمان داره مهمانای رواره داره اوچی رو به در سرخون نمیتونه فقط فکر خیالش در سرخون باید خونسن بچه دارم اتران دارم بچه کلان دارم غم ندارم غم ندارم غم نکن گرفتی تو پیش اوچم بیو کلان شده. در خاکی پایت توتیا ندیم در خاکی الله اکبر Here do come there, sorry. خیلی همه کسا خوش اومده نه خونی چی ما همه کسا خوش اومده همیشه خونی چی ما نه نه هر سال لذت دنیا برادر یک دعای مادر است هم زمین و آسمانت یک دعای مادر است ای برادر از دعای مادرت غافل مشو یک دعای مادر از مال دنیا بهتر است هر کی میخواهد که داخل جنت شود جنت الله برادر یک دعای مادر است هزار رحمت
اسکنی که سفردور کو سفردور هم بیار سفردور کنی این همی بگم یه کنی گو بهترین شخص برای هر یک ما است. مادر است که هر یک به مادر گفته برداری مادر دارم بسر هر کلامش توی مادر توی آن قبلگاه همه توی مادر توی چراغ خانه همه ما خاک پای شما شوه ما فرزندا. پیغمبر من گفته است که بهشت در زیر قدم مادران است. بهشت در زیر قدم مادران است. فهمیدی بیبی جان؟ همه ما در آن زیر قدم شما گفته آمده فهمه بیبی جان؟ ماما بيطلب خمام وجيب شنو؟ مرة قلت ماما يا صوتها يا أنا قلبي گرفتی؟ بمشي ماما حیرانش نکنم اینجا چیکار کنی؟ چیکار کنی؟ ما خون زدیم، چی خون زدیم؟ کامل به جای حیران ما. اومدی مکان خیریت قدم کشتیلی همه خاندان فیض و برکت در دسترخوان در گرد دسترخوان 6 تا دختر و بچگان الهو پروردگار همه مادر ما رو خداوند کریمی 18000 عالم خدا همیشه نگهبانش باشه. پروردگار عید دولت زیاده کنه. هر فرزندایی که در بخت خود بسیار کردگی در خاندانای دختر بچه‌های اوچه جانم فیض و برکت رزق و روزی عطا نماید. عمری درازی با برکتیشونه. خداوند هرگز خاری را نبینند. خدا دنیا را تنجی امانی سری توری کنه. از زمین سخت از آسمان بلند از آفت‌های روی زمینی آسمان همیشه خداوند مادر جان مرا با اکا دادر و اپا خواهر و خشت برانی قبول شما هم بگه نوخی خوب است فیساز امریکا تو بگه تا باید بگوتا خوب است نگوچینتی سراتا خوب است مبارک شو جمعات نبیده ها سلامت شما میدهی فصل بهار میمانی همه کسی خوش آمده همه کسی خوش آمده قوت باشین اوچه جانی شیرینو سرت سبز و روحت زیبا وجودت به بلا بادو به هر جای قدم موندی نگهبانت خدا بادو میشنونم همش همه جا شتگه اوچه جو مهمان همه مهمانا رو میشنونیم اوچه اوقات میخرن امید یه صفحه امید مونجه آده و کار امید سوا امکان دو سوا امید بفرد ببرکت سوا مجود بکرداسر امید اکبر طرف نیوره نگاه بخوابم آمده مادر شبانه سرگه ترانه شدم آب و ادا
شدم آبادای اللهایت فیغان کردم فیغان نیکودکانت سحرگاه از جا برخسته شدم ندیدم روی گرمت مادری جان سحرگاه از جا برخسته شدم ندیدم روی گرمت مادری جان نصیحت ها و پندی سودمندد ایا مادر شدم بسیار پزمان نصیحت ها و پندی سودمندد ایا مادر شدم بسیار پزمان ایا مادر شدم بسیار پزمان ایا مادر شدم بسیار پزمان رحمتی معنی بچه دلها را به یک دنیا را به یک قرار کی میبینم من نوروز شد و لاله خوشرنگ برآمد بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد مرغان هوا جمله بکردن پرواز مرغ دل من از قفسم از قفسی تنگ از قفسی تنگ بر اومد آخر شخص کرد همش یه دوره همش اما ایسی نگاه کو یا سلفیت کنم در او چند جانمه او چی دختر کامل جانمه اما باشه همیشه باشه همیشه بروی سرمون دولت سرمون اشر باید میفروشه شاهده باید یا باید دیگه میفرو اپل یا باید بگو اپل من خودم باید مادرم میروم از پیش تو من به دفاع شرف و شأن وطن میروم تا که زیر پوشم من در شما مظفر پیشم اما بخیمه یا تلوازی مادرم بسم الله کتی مغانت ایوب من میبرم خیلی بایدون میدونیسی میدون برو خوشون نیومده با تای دیلو میبرو میگه اپای اشیر بود میدونی تو شاید جا خودت بخور کافی دو مخوش به خدا انا کافی نپلی او چیز ارومی رو میکنه ای سهر خودش بخونه دلناز بگی ما ای دود بگی دلناز بگی بهار آمده دشت و دمن دل فریب فصل بهار آمده دشت و دمن دل فریب باز بهار آمده باز بهار آمده باز بهار آمده باز بهار آمده ایدی بشی بگو ایدی بشی بهار آمده پیش کافی ده بهار آمده تیر و کمانی رنگه تیر و کمانی زیبا تیر و کمانی رنگه تیر و کمانی زیبا بس که چه سا نازنین نازی بهارم ببین نازی بهارم ببین بس که چه سا نازنین نازی بهارم ببین نازی بهارم ببین فصل بهار آمده دشت و دمن دل فریب فصل بهار آمده دشت و دمن دل فریب باز بهار آمده 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 بقى بيقول هذا داس انا خي بقى انا خي يا كلام طيب يوري لو خي بیا پروینه تو بخون بشیده گوش کدام بخونم یا مد بغاوتا به نماز بام دادش به کفن دعای مادر
در جنتم کشاید رحمت و رضای مادر بیا ها بیا تو بشم نوایی تو صفایی تو نوایی در پایی تو نوایی تو صفایی تو دوایی در پایی بکنم سجده به پایت ببوسم آن خاک پایت بکنم سجده به پایت ببوسم آن خاک پایت رهنما و ره کشایم توی مادر توی مادر رهنما و ره کشایم توی مادر توی مادر و نماز بام دادش با کفن روی مادر در جنتم کشاید دستی او دستی رحمت و رضای دستی راست شد دستی راست این دست این دست نه این دست دستی راست بودش اینا کتی اولی جانا را خوندن گی تو بخون کرتا وردای تا بخول بی مبارک شوا اینا اپا موردای پی خول بی وردای تا اینا بچه جان خانم کردیه بیهوی سویز بلوی نونم کردیه سفید و سویز سلام تمام شده انا که بچه کشم سیان کدوم بخوام خبر دارم بچه کشم میری من گلی لولا بیار در پوش مشکل داری در خوماز مشکل پیشم دانشون یا دستا گلی سفید سر دستا بیار جانم در چم جانمه ای اپا مای وای دختری تاو مای ای کلن مای در چم جانمه نه کامera گرفتم تا سیو همیشه روش گرفته سی یا دستا گلی سفید سر دستا بیار صورت گرفته استم تا داو چند یا باید بگو یا دستا گلی سفید سر دستا بیار کامera کسو دیم تا نیورمای نیورمای همه جانان در این خاندان همه فیض احسان در این خاندان و طریقی توی شما آمدیم همه از تحت دل در این خاندان که نوشیم و رقصیم و شادی کنیم همه از تحت دل در این خاندان همه جانان در این خاندان همه فیض احسان در این خاندان و طریقی توی شما آمدیم همه از تحت دل در این خاندان نوشیم و رقصیم و شادی کنیم همه از دل جان در این خاندان 100 ساله شد کوچه جانم بعد از این پیش الله خدا یک از دیگر پروردگار ببینه الله اکبر کوچه جان یا دو تکو پیشم فیشتی همه پوسه و هر دی دستی کننده الله اکبر رحمت کامل چی دم رحمت siz gap zanino tebrik کنیم ماما جانا و بزم دوام کنیم قسم و شیری مادر قسم و نومی مادر دو جهان کی را ندارد با یک احترامی مادر نگرم به مرغ خورشید و نمازی شام
ابد پیامی بادد ای خوشتر تنفیدت ششه ملبخان آفرین آفرین ای مادری جو ای خوشتر از جو در روزی ایدت شعری برا خواب ایدت مبارک ایدت مبارک با نوری رویت در روزی من تو در روی عالم دلسوزی من تو نوشیناسی السلام جنده پوشی خوش لباسی السلام گر تو ما را میشناسی السلام بر شما ای اهلی هنر ای مهمانان السلام اگر مادر به دنیا دختر آرد به طبعی نازوکی مرد نفارد برای شکری یزدان دوری جستن برای دیدن طفلش نآید شده مایوس و میگردد به جای که ارمان نخلی او بار ندیده پسر میخواست و اما همسری او برایش دختر را هدیه داده زی نفرت گاه و گاه او دخترش را به جای یاری میکردش حقارت نمیدانست که در اثنای پیری زی دستی دخترش یابد تبابت همین دختر بهایی 10 پسر شد پدر را دولت و جان و جیگر شد زی اعجازی فروغی عقل دختر پدر در زندگانی گلنظر شد صد جان و دل فدایی یک مدعای مادر فتح و کشایش آرد دست و دعای مادر بشنید گر صدایم دنیای سخت گوشان انگیزه است شاید از الهای مادر گر شعرک سرودم از بود و از نبودم در تینتن سرشتم سوز و نوای مادر آغاز آفرینیست در رحم اوست زین رو صد داستان برایت از یک هجای مادر من یک نفس نباشم به یاد تیزاری قدسش از سر سپردگانم جانم فدای مادر از شربت و زی شهرت گر بر فلک زنم سر تعظیم میکنم باز در پیش پای مادر خیره بران کسانم که از خشتن رضایند یک بار ناشنیده حرف رضای مادر غافل از آن که خورشید از شرق برنخیزد باشد توگاهش از خاک جای مادر
اوچه بسوزد جگر تا قیامت در غمی اوچه بسوزد جگر تا قیامت در غمی اوچه بسوزد جگر یک خرسک برای خوارک ما میزن زیده بگذار قدی مادر در و مثل یعنی سخنهای همی خوارک عزیز بیرسید. زنده باشید مادرای عزیز. پیش شما سری تعظیم فرود میاریم از درگاه خداوند سلامتی هر یک مادر عزیز تمنا داریم. زنده باشید خوارک مهربانی ما. زنده باشید. احسن. خواهش میگیم میدان کمتر. احسن میدان کشون میگیم یک دو سور دیگه میخوایم با جناب بیرو برای ما دارم. خواهش میگیم خوارکا میدان ام پیش کلون کرم دادارکو